اگه بگم خودم گریه میفته. زمان کرونا، ابتدای کرونا که خیلی از کسب و کار مختل شد، خیلی از کارگران نتونستن سر کار برن، خیلی از عزیزان نتونستن کسب درآمد داشته باشن. تو مغازه کم آوردم، یعنی فروش نداشتم، اصلا فروش من خیلی پایین بود، افتضاح بود. کسی هم نبود که من ازش قرض بگیرم. یعنی شرایط کرونا یه کاری کرده بود با مردم که به هر کی هم میگفتی اگه داشت میخواست نگه داره بر روزمره‌اش. دیگه تقریبا با این وضع یه جورایی بن‌بست خورده بود. دیگه یک روز دیدم خیلی طلبکارا زنگ زدن و چند نفر پول ازشون گرفته بودن، زدن آقا پولامونو بده فلان. دیگه بی شاگرد من گفتم آقا مغازه رو هم جمع بکنیم بهتره، چون دیگه خسته شدم، رو گوشیم زنگ می‌زدن، در خونه میومدن فلان. نه مجبور شدیم جمع کنیم. من مانده بودم و خودم بی هیچ چیزی که مبلغ تو جیب ما حتی نبود. اون زمان من چون داداشم فوت شده بود و مادرم خیلی به حساب جوش اونو میزد، یا پدرم 3 سال پیش فوت شد و غم و غصه اونم داشت، این جریان من به هیچ کی نگفتم، یعنی تو خودم بود فقط. ته خط که رسیدم گفتم خدایا باشه جواب منو نمیدی، من اصلا آبروم رفت دیگه، انقدر دعا کردم، انقدر صدا کردم، جواب منو نمیدی، باشه دیگه صدا نمیکنم، فقط میخوام یه چیزی رو به من نشون بدی، میخوام ببینم که واقعا کسی هست که صدای منو بشنوه. یعنی دیگه احساس کردم که توی قوطی دربسته افتادم که هیچ کس دیگه صدای منو نمیشنوه. احساس کردم تمومه دیگه. از دنیا بیزار شده بودیم آقا، کلا منکر همه چیز. من تنها چیزی که بودش که اصلا کلا توی فضا نبودم، مثلا این فضا رو نمیدونستم چی هست، معمو کردار نیک و گفتار نیک و پندار نیک و فلان. نه با توجه به که مغازم رو حرم امام رضا بود، بالاخره خب بچه شیعه ایم دیگه، هم این طرف داشتیم هم اون طرف داشتیم دیگه. خلاص نرسیده به میدون شهدای خونه ما، میدون شهدا بودم، یهویی ساعت 12:30 شب بود، چشمم افتاد به گنبد امام رضا. کل کارامو گذاشته بودم کنار، صبح میرفتم روبرو حرم امام رضا و زواری هم بود خیلی شلوغ بود، داخل